این همون دکلیه که 9 سال ویرانی برای ما به وجود بود. این هم این منزل منه که مجبور شدم مفروشی کنم، چون این دکل باعث قتل چندین نفر در همین منطقه شد. خدا لعنت کنه کسانی که این امواج را هدایت کردن و باعث ویرانی من و زندگی و بچم شد. شاید اگه توهین آمیزه، پس جان پسر من چرا گرفته شد؟ جان غلام حسین حبیبی دفتردار من به جای من هدف قرار گرفت، چرا در جا قلبش ترکید؟ سید اسماعیل موسوی